که بعد از اینکه دانیال اسماعیلی فر از پرسپولیس رفته، شما بیاید نگاه کنید کسایی که گرفتن. ایوب المون رو گرفتن، بعد سرژ اوریو اومده و بعدش هم براجعه اونجا بوده. مجموعاً هزینه‌ای که شده برای بازیکن‌ها، اون سایت معتبر تیوبونا واسه قراردادی که واسه المون نوشته بودن 2 میلیون دلار بود، توی ترانسفر مارکت 2 تومن اینا گفتن 650 تا باش بستن. 650 تا. آره، بعد سرژ اوریه رو گفتن 600,000 تا که آخر سر به خاطر فصلشون 800,000 تا مجبور شدن بهش بدم. بعد میایم جلوتر، الان دنیل گرام که صحبت 650,000 تاست، 200,000 تا بابت رضایت‌نامه شدن. مجموعش میشه 3,650,000 تا برای دفاع راستی که همچنان اون چیزی که می‌خواستم نشده. یعنی هنوزم که هنوز مشکل هستش. مثلا اوریه 260 اومده اینجا کلا 260 دقیقه بازی کرده، 260 دقیقه نارضایتی فقط برای هوادار رقم زده و رفته. تازه کلی هم حواشی داشتش سر بیماری و اتفاقاتی که داشتهش. من یادمه که ما تا خانم هراتیان اینجا ارتباط گرفتیم، موضوع رو بررسی کردیم، قصه‌ای که حاشیه شد واسه پرسپولیس، دردسر شد، نمیدونم جنجال رسانه‌ای شکل گرفت. آخرش هم اینجوری شد به قول تو، و هنوزم که هنوز این قصه دفاع راسته مشکل داره و خریدم کردن، نیم فصل هم گذشته ولی کی قرار درست بشه نمیدونیم. ولی حتما میخوایم که از آقای حدادی به موضوع واکنش نشون بدن، علیقو بازگوشا بیان و نسبت به خریدی که اومده، حالا این من مطمئنم این حفره خیلی بیشتر و عمیق‌تر میشه اگر قرار بشه پرونده دفاع راست پرسپولیس ادامه دار بشه. الان ریز قرارداد رو گفتین نزدیکاً با 3 میلیون دلار 3.5 میلیون دلار سرمربی میارن.